از سمت چپ امیرآبادی حرکتی را آغاز کرده. یه چرخش خوب از ایمان معبلی، کیانوش رحمتی، برهانی، یه چرخش خوب آرش برهانی سانتش انجام میده روی دروازه، دفعه ناقص از آقا زمانی، هوار سانتشو سپر ایدری برمیگردونه. بازم از سمت چپ توپ فرستاده میشه روی دروازه، یک ضربه سر و توی دروازه آرش برهانی حساب کار 1-0 میکنه منافع استقلال. 1 پرسپولیس 0. آرش برهانی از تک موقعیت خودش نهایت استفاده رو برد. آبی پوشان حاضر در ورزشگاه سر از پا نمیشناسن. آرش برهانی حساب کار رو 1-0 میکنه. بهترین گلزنی این فصل استقلال، روند خوبی رو در گلزنی داره. رحمان احمدی مغموم و ناراحت و این هم خوشحالی هواداران آبی پوش. یه بار دیگه با هم نگاه کنیم. با سمت چپ روی دروازه فرستاده میشه. آفساید رو هم پر کرده بود حمیدرضا علی عسکری. در دروازه قرار میگیره سانت مهدی امیرآبادی. این ضربه سر قشنگ آرش برهانی حساب کار 1-0 میکنه. محمدی سپر ایدری رو توپ اثر میگذاره.